سیدنا عمر. سه قصه یا 4 قصه، وقت زیاد اونو نمیگیرم، پیش از اسلام شروع بکنم. و بعد از اسلام عمر چگونه عمر شد. حتی حضرت عمر میگه روز حبیب خدا مرا زوره کرد، حالی من میگه ایمان نآورده بود. گفت ابن خطاب، بچه خطاب، دنبال ما بسیار نگرد، یه لحظه اگه مرا تنها مون، ما 2 رکعت نماز بخوانم. و روزی میگه ما دیدم محمد نماز خوندسته، با دیدم گفتم این شاعر را بی، حالا با زبان حرف نزدم، با دیدم گفتم این شاعر را بی، شعر خوندسته. همون حالت میگه حبیبی نازنین در نماز هم آیه مبارکه را خواندن، بسم الله الرحمن الرحیم و ما هو بقول شاعر. سخنهای محمد سخنهای شاعرانه است. میگه گفتم این فالبین بوده، ما را فهمید. میگه دویم جمله را خوان و ما هو بقول کاهن. سخنهای حبیب خدا سخنهای فالبینا هم نیست. میگه والله گفتم این مرد کسی از صاحب داره، ما فکر کردم ملکه جواب ما گرفتم، اگرچه 6 سال بعد میگه من مسلمان شدم. روزی میگه یک زن دیدم در راه میرفت، گفتم مادر کجا میری؟ گفت عمر تو مسلمان نشدی، سرزمین خدا بسیار است، میرم یک سرزمین دیگه. گفت در پناه خدا باشی. زن وقتی که از زبانی عمر نام خدا را شنید از سفر گشت. گفت مردک جان حیده مبته که عمر نام خدا را میگیرد. گفت زن خوب ساده هستی، والله خیلی با بی عمر مسلمان میشه، عمر مسلمان نمیشه. میبینی؟ و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شبی از شبها به نزد خانه ابو جهل و عمر گذشت و دستی مبارکم بالا کرد و گفت خدایا اسلامی مرا زینت بده به احد عمرین، یا عمر مسلمان بکر یا ابو جهل. یکم جمله دعا و جمله دوم چی بود که خدای عظیم ده کدامش دوست می‌داری، یتش مسلمان کرد. و وقتی که برادر حضرت علی جعفر هجرت کرد، عمر بسیار ناراحت شد و خنجرم کشید و وقتی که عمر خنجر میکشید تا به مقصد نمیرسید، دوباره در غلاف نمیماند و قصدم کرد که میرا محمد نازنین میکشد و در راه هم میومد و سوالش هم کردن کجا میری؟ گفت محمد بن عبدالله را از بین میبرم و از اولاد عمر را از بین میبرن، برابر میشین و باقی مانده مردم عرب آرام باشن. گفتن اگر مسلمان کشی برای خواهر خودت و یزنت، حالا خباب دستشون داده است تا اینجا بروند تا بریم حبیب خدا را آگاه بکنیم. صحابه دویده میره، حضرت جان عمر اومده و اون خنجر هم در دست. حضرت اهمیت نمیده، صحابه حیران است، عمر اومده. فقط حمزه گفتن اگر میبینیم نیت عمر خیر است خیر، اگر نیتش خیر نباشه پاره پارهش میکنه. اما حبیب خدا بی پروا بودن. اصحاب نمیدونستند که همون شبی که عمر قصد کشتن کرده است، رسول الله قصد دعا کرده و گفتن وقتی عمر میآید حضرت یقین کرد که دعاش در حق حضرت عمر قبول شد و مجرد در آمدن حبیب خدا را آغوش کردن و بیعت کردن و سوال عجیب هم کردن حضرت جان ما حقیم یا مشرکا؟ گفت ما. پس چرا خاموشی؟ از زمانی که اسلام آشکارا دعوت شد اسلام آوردن حضرت عمر است. روز هم حضرت عمر هم تو بناله حبیب خدا را نگاه میکرد. رسول الله سوالش کردن عمر چرا ناراحتی؟ گفت حضرت جان همه کارهای پیش از اسلام مرا ناراحت میکنه. گفت کدام؟ گفت خودت میدونی که عادت ما بود که دخترها را زنده به زنده زیر خاک میکردیم. از اون جمله ما هستم. گفت 20 تا دختر زیر خاک کرده. از همین 20 تا 17 تاش ای خدم نیست و از همین 17 تا 3 تاش ای خدمه و 3 تاش هم 2 تا اولش در پروا ندارم. دخترچه سوم دست گرفتم صحرا میرفتم، دخترچه به ما ناز میکرد که با پدر استراحت رفته، گرگیردی پدر دور میزد و وقتی قبرش میکردم خوکا در ریشای ما میچسبید، میومد از ریشای ما جدا میکرد و ماندم داخل چیزی با سنگ وزبین زدم ناله کرد پدر جان من چی گناه کردم که این کارا نسبت من بود. هر جایی که همین قصه در میومد حبیب خدا میگفت اعید یا عمر. عمر قصه تا یه بار دیگه سر بکرد. گفت عمر اگر مسلمان نمیشدی آتش دوزخ انتظار. بعد این خاطر برادر و امی صحابایی که من اینقدر ذکر کردم جان به جان رسول الله مانده. یه نکته است که همه ما و شما باید افتخار بکنیم و همین حدیث همین خانم دعا میکنم وقتی زیاد اون نمیگیرم. ببین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب در محضر اصحاب روزی آمدن قبرستان
و سلام به مردم قبرستان دادن و یک نکته جالبی را گفتن: دوست می‌دارم کاش که برادران را ببینم. این در بین صحابه کریم کلمه گفتن خیلی مشکل است. اصحاب گفتن: رسول الله ما برادرایت نیستیم که آرزو داری کاش که برادرات ببینی؟ رسول الله گفتن: بل انتم اصحابی، شما نور چشم ما هستید. برادر و صحابه خاک پاش از ما و شما بالا است. در صحبت حبیب خدا نشست. همون هنده که امیر حمزه را شهید کرده است، حبشه که امیر حمزه را شهید کرده است، همون خاک پاش از ما و شما بالا است. پس صحابه گفتن: حضرت جان رفیقای تو کیان؟ گفت: حالا پیدا نشدید. حضرت دوباره سوال کردن که حضرت جان اونا پیدا نیستن، چه خیلی میشناسیشان؟ حضرت گفت: یک انسان 100 تا اسب سیاه داشته باشه، یک تا اسب پیشانی قشقه، الا یعرف خیله، آیا اسب نمیشناسه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال عجیبی کردن. همه اصحاب بودن. رسول الله سوال عجیب کرد که امروز کدام شما جنت رفت؟ تصور بکنید که کی در دنیا جنت میره و میآید. اونجا ابوبکر صدیق است، عمر فاروق است، عثمان است، علی، همه خاموشن، مگر عبدالله خرسال میگه: انا یا رسول الله، امروز ما جنت رفت. اشغالم تعجب میکنه. عبدالله خرسال میگه: امروز ما جنت رفتم و آمدم. و سوال دویم حبیب خدا است که آیا یگان تا شما از میوه های جنت خورد؟ همه خاموشن. عبدالله ابن عمر میگه: انا یا رسول الله، حضرت جان امروز ما از میوه های جنت خوردم. حضرت عمر میگه: عبدالله از تو کلانا خاموشن، چرا گپ میزنی؟ و سوال سوم: آیا امروز کسی از آبهای جنت نوشید؟ عبدالله میگه: انا یا رسول الله، حضرت جان نه. حضرت سوال کردن: یا عبدالله کیف دخلت الجنه و اکلت و شربت من میاه؟ امروز چخیر جنت رفتی؟ و چخیر از آبهاش خوردی و از میوه هاش خوردی؟ و حضرت جان امروز قرآن میخوندم، وصف جنت خوندم. والله حالی هم پرنده های جنت فریاد دارن، صداش در بیخ گوشم هست. و حضرت قرآن روز درباره وصف میوه های جنت خواندم، حالا هم لذتش از دهن من نرفته. و در وقت باره آبهاش خواندم، حالی هم شیرینیش از حلق من پایان نشده است. قرآن باید انسان به این باوری بخونه. سوره مبارکه اذا الشمس کورت و عمه و اذا زلزلت نازل شد، روز سیدنا ابوبکر گفت: حبیب خدا نگاه میکنم کمرت شکسته، میانت خم شده، مسافر شدی. گفت ابوبکر از زمان خداوند سوره عمه و اذا الشمس کورت و سوره اذا زلزلت نازل کرد، این سوره ها کمر مرا شکستند. و سوره مبارکه اذا زلزلت نازل شد، یک جوان 3 روز بیرون نبرآمد. گفتن: حضرت جان همین جوان 3م روز است از خانه بیرون نمیشه. حضرت خبرگیریش رفتن جوان خواب است و گفتن: قل یا بنی لا اله الا الله. بچه جان یک بار لا اله الا الله بگو. و گفت من نهشه بنده. گفتن: چرا حضرت جان؟ گفت: سوره اذا زلزلت جگر ایرو پاره کرده است. اما ما شما قرآن میخونیم، اگر یک قاری خوب بخونه اهمیت میتیم، اگر کمی قاری آوازش میسکیم ما دغل باشه اهمیت نمیتیم. به خاطر آواز شده به سخن خالق خود اهمیت نمیتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نمونه برای